اگر میخوای تمرین مفیدی داشته باشی باید بتونی عضلاتی که اون روز میخوای کار کنی کلش رو به چالش بکشی، یعنی کل عضلاتی که اون روز میخوای تمرین بدی باید تمام عضلات رو درگیر کنی. عضلات رو مرور کنیم از داخل به سمت بیرون. عضله پهن داخلی، عضله راست رانی که این خودش دو تا عضله است و عضله پهن خارجی. یه دونه هم عضله خیاطه داریم که حالا این خودش بحث جداگانه و حرکات جداگانه داره. حالا عضلات پشت پا یا همون همسترینگ از داخل پا به سمت بیرون، عضله نیم غشایی، نیم وتری وسط و عضله دو سررانی که قسمت خارجی ران است. یکی از دستگاهی که تو باشگاه ها میتونید تمام عضلات پا رو باهاش به چالش بکشید دستگاه پرس پا خوابیده است. اگر روی این صفحه پات قسمت پایین باشه وقتی حرکت رو شروع میکنی و انجام بدن بیشتر فشار رو چهارسر یا عضلات جلو پات تحمل میکنه. حالا اگر پا رو برید بالای صفحه بیشتر عضلات پشت پا یا همون همسترینگ درگیر میشه. اگر پا تا وسط صفحه کامل باز بذارید عضلات پهن داخلی درگیر میشه و اگر پا رو بذاری وسط صفحه به این صورت عضلات پهن خارجی.